دل دورا بارزان پروژه خدمتگزاری هبینه و ده هبنجی بردامن و که قایم مقام مرگسور اماجا پیکری زیرترم بحثا وان پروژه آبکین اوید رای که دانه که چه جهات یکرن نواستو دیدا برای از غفور احمد قایم مقام مرگسور دیال مدا جناب قایم مقامی گله بخیراتی ما دست پیک وقتی هم بحثا دورا بارزان کین و کی مروفتی تو کفته نوا نافچه دا هر تشتکی تایبت کفته برچاوت میره ویش آوی بگیره جغرافیا و بگیره کشو های باج بوی گشتو کاله یاش همی گرینگتر جاز وارد کم آوش بوی همی جهانی تایبتی سردم و گورانکارین کشو هوایی دا جبوی آوی چه هاتی اکرن جارل دست پیکش بوی خلکی وی نافچه نزیکترین گند و خلق جبوی آوی حتی دیرترین گند و دیرترین خلقش آوی آف گشتی همیه یا جهشتا ماه زور سپاس مرگسور تبع هندک پروژه استراتژیت آوی وکو جرخانه گوی هاتیه دانان جرخانه که استراتژیک و کشه آوی بیت چاره سر کردن اتوانم بیشم هم یکم قضای نکو جرخانه استراتژی بو آوی هاتیه دانان ما پروژه آوا بردر یا هایکو لناحیه شیروان و پیرهان و گورت و ناحیه مزنجی او پروژه آوی بو نهاتو دو گنده داوین کتن اونو که او پروژه ما گاز شور پیدا کرد که مولید کهرباء مصرفه کی زور بو حکومت هرمان کردستان جناب سروک حکومت رضامندی داد که او پروژه بیت کهرباء و گوش می 3 میلیارد و 700 میلیون دینار بو مزاختن و ان شاء الله ماوی کی نزدیک 2 ساله لبیت کهرباء جاتی هند که هم بتوانی مثلا 12 ساعت آب بدین خلکی بلکه بتوانی بکین 18 ساعت و 20 ساعت جی چون که لب کهرباء شول که و مجال تداهی زیاتر آب بدین خلکی پروژه آوا بارزان بالنده که پروژه‌ای که دیسا استراتژیه بگوش می 138 میلیارد دینار حکومت هرمان کردستان جبهت کردن که آوی بو 51 گندال سنور ناحیه بارزان و بشکیش ناحیه گورت به دابین کردن بیشتر لبالنده هاتا کدیت شیوه دزه و گندت سرویره همین دل سود من بند زوربه آوا گندا پروژه آوی نبونه یعنی هندک مالا هندک گندا مبتان کرا وکو پروسه وشک سالی آوا بود دابین کرده بس ان شاء الله سال به حول و همت جناب سروک حکومت هرمان کردستان رضا مسرور بارزانی پشتی که چند سال که پروژه بر قیران دارای اوانه هات باراوستاندن و شلت دانت هات کردن و همت و ماندبون جناب ملا مصطفی بارزانی جید کلمل سخت به هاوکاری کازور آمد کرد که رضامندی جناب سروک حکومت ورگرد اف پروژه به خلاص کردن حتی اون که 185 پتر شولید و پروژه خلاص بود ان شاء الله برای بومان گاده یک جاری اف پروژه خلاص بیت که به خدمت حوالات مثلا قیران داره که رو راوستاندن چندین پروژه که تو بازی هات بانه چه کنه اینجا نکجی خو حتی راده که هر قیران یا هیپ تایبتی جالی دارایی بودجه و چه پرزگریک مدگل بغده هنه چه آستانگی هاتین البر در یه حکومت که حتی بشه وان پروژه جب که وان آستانگیان هیلت النافچه که وکی بارزان خدمت خلکی بیته کنه طبیعی او قیران دارایی کوچه بوی کارودان سر حکومت هرمان کردستان بگشتی کابینه آنویم رنگدانه و دیار به هبون چون که دست به کابینه آنویم سرحل دانا ویروس ها کووید 19 کرونا بو کدید یک دو سال که جیان تواوی راوستا بو حتی که به تأثیر سروی هندش کرد که دهات حکومت بگنه صفر اف دو سالانه بو حکومت باردو خیکت زحمت دابون خلکی که زور شهید بو پشتی هنگی او کشید که چه بوی لحکومت فدرالی و که بو حکومت هرمان کردستان بطایبتی کابینه آنو هم چه کرده او مشاکل دیگه اقلیمی اف درون و موشک باران اوانه که سر کابینه آنو هم چه بوی رنگدانه و زور هبون سر جبه جگرنا پروژه خدمت گذاری هم که مرگسور جلوا قیرانانه به بش نبوینه از دیسا سپاسی جناب سروک حکومت رضا مسرور بارزانی که که کار ازمایی و لحاتو یا خوش آرزایی و بکوی پروسه سیاسی و حکمرانی هرمان کردستان همت کرد و منع کرد هرمان کردستان بکوید و حکومت صرفی خورا گرد و کمالک پروژه زورباش استراتژی هات نکرده بونمون المرگسور دروازان و دولتی ها زد کد بین باکور و باشور یعنی هرمان کردستان دو بین ترکیه ده هات و کردن که دروازه که خو گشتیاری و بازرگانیه بس قوناغا یکم گشتیاری هات و کردن پارمانگا 10/5/2023 افتتاح هات کردن و ویره اونو که اثر وی خواهی پراستم مادم هشتا ماه که ببتا درگه که اسنوری بازرگانی که قازان جایزه تر بنو که از بحثا گشتیاری بکم قازان جا که هم جبوی خلکی نافچه و حکومت هی که بتنی گشتیاریه بگومان قازان جه چون که
نوکه روزانه 2000 تا 2300 نفر هاتو چویل و دروازه کن روزانه 2000 بله یعنی مرگسور روبارو کو شمزینا مثلا کو دو قضای ترکیانه کرنشین نو خلک بارزانی نلوری نشته جبون بو اوی بس سردانای کدی کپ کن بویز بو او روزه که سرزیر راحت بانایان 900 کیلومتر ابراهیم خلیل راحت بانا حتی کد گشن مرگسور آن گشن دیانا نوکه همی اگر بین یعنی حدود حتی مرگسور 32 کیلومتر مرگسور بو سوران 35 کیلومتر بریاد نو بنا عرض و آسمانه عرض و آسمانه یعنی خلک اوه یک استفاده هم تکلاویه که کوملایتی و جواکی دی چه بیتن و همیش خلکی که زور نو که روزانه بخویر شول کتن بو بازرگانی کرناوی درگه بو بازرگانی کرناوی درگه نو که هنگاوت هاوتن سردانا سرکومار ترکیه آجی و کمبون جی بحث کرد که پیوسته ریکا هاتو چوید یا سیارات بین ترکیه و حریم کردستان دروازه زد بتوه کردن و پشتی کو کمپ خلاص بون و جاده هات نقیر کردن رخیمه و رخیوانا که ماید خود دست بکرده ایشالا ماوی که نزدیک دا جاده ده تغییر کردن و او جاده برای دروازه جیت چن پیوسته به بارودوخت حکومت حریم کردستان و ایشالا باشتر بن او جاده جیده نقیر کردن و دیگر توسر اتفاق هر دلال ماوی که نزدیک دا ببته بازرگانیش یعنی افراد مزاری ما بحث کنین گیرن گلی هر تشت هبر اگر در فتت کاری نبن گند شول نکد اگر رنگ پرزگریک درست ببن از بو در فتت کاری از بحث بتایبتی جم نمونه که جان الوی نافشه و گشتیل کردستان ور بریم پیویا کو مازنتر بیناوی کو اوجی کارگاه ها زومه جبوی برهم شیرمنی مازنتر اوه نمونه اگر وان بگیریم جبوی دلیویت کاری چونکی دلیویت کاری همی جهان دانو کتنه بحث کردن کو پیدا کردن دلیویت کاری حتی چرا در گرنگه چه هات یک کردن جبوی خلک نافچه او دلیویت کاری بتابتی جیت نواوی کارگاه داتینه بردست کردن طبیعی اف کار که سر راسپاردا جناب سروک مسعود بارزانی و سرپرستی جناب ملا مصطفی بارزانی هاته جبهه کردن پروژه که کرد تایبته تا که پروژه ساست عراقی و پیش به برهم خمالی و یه خلکیت بستیدن یعنی گاوداری تایبت بخونی نه که شیر خو هبیتن و بینی بکته برهم شیرمنی ماست و پنیر و اوانه و بدت خلکی بازار بکتن نخیر اوه برهم خلکی شیر خلکی ورد گریتن زیادتر ل 24 بنکه ورگرتنا شیریت کردیا و که خلک زحمت نکشی بینی تا معمله ریا چند کیلومتر را بود چند لیتر شیره ببریتن که استفاده جناکه و سیاره تایبت بود دابین کرده شیره وقت هنه معمله همیشه باید که تندرست و ریک همیشه آوای که تندرست و ریک تا فحص کردن پشتی فحص بو معمله تا گواسنوه ولویرد کنه برهم شیرمنی پار اف ساله برهم شیره 10 تن بود پشتی که سال اکثر داد شوی برهم شیره گیش 35 تن و زیادتر 3000 عائله مستفید بونش به پروژه و 3000 خیزان 3000 خیزان بله نکتاک ماشاءالله شدا مستفید بونه و خلکی که زورش دست چاندن و ونجا و گنمشانی ها کرده و خلکی که زورش دست بکرینا چلا و محاولت کردن گاوداری تایبت دانتن که شیر هبیدن چون که وقتی که شیر خلکی هندی زور بو بازار ساخنت بود مجبور بون اوید داخل کی اوید فروت اویدی که خسار بو مجبور بون بریجن نوکه چندی شیر هبیتن خلکش خوب اسراشته یعنی اگر بارودوخت حکومتی جد بن معاش نهین جاره هندک خلکت هی اداره خوب فروتنا و شیرت کن راستی هنگا و کازورا گرینگ بو و برنامه دیگه شد هی یعنی از هر سر گریدانه که اگرم پیک و پینچی گله جا وقتی دو بابت تنه پیک و گریدان قازان جای گلک زدره بازرگانی کردن دریه زید و اول ما کارگاه ها زوم جهل بین نافچه هی تی پیش بینی کردن پلانه که صاحبت برهمیت نافخو ایدی بین هنارتون جبوش در و بونمونه ترکیه بخوجی خود سیاست و حکومت حریم کردستان جناب سروک حکومت دا هی کو پسالا پار هنار سیف پتات یعنی مجموعه اکتشتا فری کردن در و بگمان اگر برهم هنزور بو دشن باتی هم برهم در و بینین برهمه که خمالی سرشتی به مواد حافظه به کارگاه ها زوم یوسا اتوانن هم ناوخو کردستان به تفروتن هم اتوانن بو در وجداب اول من نمونه کارگر تو کارگاه ها زوم پلان هي او بيتم مازن كرن وكارجه هندن بين فكرنج بلي تايبات شيرماني وان بابتا سبياتيا بگم پلان هي و اف کارگه اگر شیر زیادتر بیتن بگم کارگه دهیت برفره کردن و بر همه ویژی بو همی کردستان دهیت دامین کردن و انشالله تمنات که انکوالی بیتن سبی بو در وجیان بشین بنیرین و پلان جناب ملا مصطفی بارزانی جدا هبو با کاریا جناب سروک حکومت کو هندک بنکه ورگرتنا
مثلا فقی کو بروبومت فقی جی دانن کو بتوانه و فقی خلقی اوید کو باغ و باغات اتوان هی سبای بتوانن ورگیرن معامله که دای جاکا چه نوع که کار بین نوع کل بازار را بیت ساخت کردن گشتی حکومت هریما کردستان المیرگه سولت حایبتی کابینه آنو هم گرینگی نک تنها و بابت رگاوبان و سالا پار چندین پروژه استراتژی رگاوبان ایت کهربی به گوشم زیادتر 22 میلیارد دینار هات نجبجه کردن رگا سرکی آنو حیا پیران میرگه سوری رگا چندین گوند دیگه و کولانت وانا اونو که جهندک پروژه قرطاب کردن آف کولان سنتریت نحیا و بشکی گنداتی کلرش کردن و فتح کردن رکاو و دانانا تورت کهربه و دو پروژه دیگه ایت آویج دو پروژه هات نجبجه کردن پروژه آوا کفنگوند که بو 7 گندا ملسر روبار کنمار چه کرد و پروژه آوا بیدیالکانی بود بیه بخشاش اویش پروژه کدی بود که هات نجبجه کردن او پروژه کوهیم به حس کم تایبتیش بوی مالا نزدیک حتی دیرترین گندو نافچه سر آوه جبوی وخارنه جبوی گشتو کالی تایبتی جلوی نافچه چوا کارت تکرن مفاج و آوه بیتور گرفتن پشتی و بونا معامله زوم و پیوست بون په آلی کی خلکی کی زور دست هاویت یا او چمت دوروبر روبارا کنه سوزایب تایبتی و اینجا و گنمشانی و بشه که زور خلکی جی باغات دست بکرده بس همت قناغا سرطایی ده یعنی هشتا بیجین پلانکا توکمه یا کشتوکالی یلش هیتا سر شول کردن بس هشتا نکت تبواری جبجه کردن و حکم هوای منطقه که گشتیاریه و زانن مثلا سالانه گشتیاری که باور کل دست بی که بحث کرده از بحثی گشتیاریه بکن چون راستی جی ماشالله یعنی بارزان گشتی و مرگسور او نافچه گشتی همان نافچه گشتیارینه چوا آلیکاری دی اتا کرن جاره بریا و برهنرش در و بید خلک مبخو النافچه خو جهن گشتیاری و بکد الوان نافچه مبخو کش هوایی که خوش بیت در باز کردن روز خوش بیت در باز کردن پلان تو سطری که دهانه آلیکاری و برهنر نافخو بیت کردن خو منطقه بارزان پی او احصایی دست آمار هریما کردستان کرده یکم قضا هاتیه و سر آست عراقی که روی پاکو خاونیا جنگه چریا دارستان و پاکو خاونیا سرچاوه آوه یکم قضا سر آست عراقی دان مشکل آمد گل گشتیارت که سردان کن بو لغرا بارزان طبیعی رز بو همی او گشتیارت هم بس مراعات پاکو خاونیا جنگه ناکن یعنی ما پلان زور توکمه دانای به دامود از گاهت حکمته و سرپرست جناب مولا مصطفی بارزانی هر گشتیاره که بیتت منطقه دا پیوسته سیطرات تا آگادار کرنه و پیوسته زبل خوبی نیته او گلیش کتین تول سیطره اگه بیته تا زندان اگه وی جنگه پاکجی پاراستنا گیانور الویل همین عرضاتون تره همین عرضاتون تره اونو که جی یعنی جنگل دفمه با کلتور یعنی دوستاتی که زور نزدیک بینا جنگه مروف یادات چه بود شیوه یک هم جنگت خدمت مروفات یادابی هم مروفت خدمت جنگه یادابیتن اونو که هر گشتیاره که بیت منطقه اگر مراعات پاک و خاونی یا منطقه نه تا کردن به گمان اجراات کلتی نکرد هنه پروژه گشتیاری ترکیده عندك پروژه گشتیاری وکو لرزون پروژه که گشتیاری وکو یه های هتل روبار و چندین کافتریا و دیگه جیت های منطقه بس کو گشتی او پروژه گور استراتژی بس منطقه خو پاراسته و کو خو سرشتی ببینید و خدمت گشتیاره داره که هر روسا سرشتی و جوانی ببینید تا کشف هوای تایبت دایی پرسر اگه کردی و برهنر ترکه دهن البین افچه جو برهنر چی برینو که ما بحثی داره سر بخوازا خوشی کردی و برهنرین حتی این قطر رو دو حج دبین یان جیب اما خلک نافچه خود ترهنده هنک و برهنانت نوا نافچه خدا اگر پروژه که و برهنان هبی بگمان خلک منطقه خو دیتوانیتن و فراغات پرکته و ان شاء الله همیشه کو دیگه پلان و برنامه حکومت هریما کردستان چه هبیتن بونک مجید ار هبیتن بس خو کو اداره واسطی سپاسیا حکومت هریما کردستان تایبتی کابینه آنوام که چون که کابینه کا پر زحمت و پر شقی و ماندیبون کابینه آنوام جهل پرچا سروک جناب سروک حکومت هادیاره کا چند کابینه کا زحمت بود تمنات که ان شاء الله وضع اداره ایجابیت چاره سر کردن و او معنا همینه که پروژه ها که کردن ما کم کردیم نه طبیعی کم کردی جیت های ان شاء الله
به چه بونا بارودوخ دارایی حکومت او کم کرد جینا چارش ماجد بکری براستی مادام مدی خلق خود کاره و برهنان بکه دی رنگ ما پتوی حتی با برهنانی بیان جنه و تای بجین افچن وسکو جهد از خوشیه برایس قایم قام مرگ سوره غفور احمد گل مدابون گلک سپاس بود سپاس